فرایند و زمانبندی به‌روزرسانی GPU ها. زمانی ما یه دومین داریم که حداقل داخلش هم به طبع یه دونه دومین کنترلر قرار داره، یک کلاینت بعد از اینکه لاگین کرد روی دومین به سراغ اکتیو دیرکتوری باید بره و گروپ پالیسی مربوطه رو دریافت کنه. برای انجام این کار سرویس گروپ پالیسی کلاینت به همراه یک سری ایجنت روی سیستم عامل‌های ویندوز وجود داره که اونها به اکتیو دیرکتوری مراجعه میکنن. اکتیو دیرکتوری مشخص میکنه که چه گروپ پالیسی هایی رو اونها باید دریافت کنن. در داخل مسیر سیسوول هم یادمونه که گروپ پالیسی ها ذخیره میشد و کلاینت از طریق این فولدر شیر شده گروپ پالیسی هایی که براش تعیین میشه رو دانلود و روی خودش اعمال میکنه. برای اعمال گروپ پالیسی‌های مختلف بسته به تنظیماتی که داخلشون وجود داره ایجنت‌های متفاوتی روی ویندوز ها وجود داره. برای اینکه بتونن سیستم عامل‌های غیر مایکروسافتی از این گروپ پالیسی استفاده کنن باید تولید کننده اون سیستم عامل و یا کسای دیگه‌ای یک سری نرم افزار روی اون سیستم عامل تعبیه کنن که دقیقاً نقش این گروپ پالیسی کلاینت ایجنت های مایکروسافت رو بازی کنه. که یه جورایی میتونیم بگیم همچین چیزی وجود نداره و برای اینکه بتونین شما واقعاً از گروپ پالیسی های مایکروسافت استفاده کنین حتما باید سیستم عامل ویندوز داشته باشید. مطمئناً هرچه سیستم عامل ویندوزتون پیشرفته تر و جدیدتر شده امکان مدیریتش و تنظیماتی که میتونیم بهش اعمال کنیم بیشتر شده. پس چه بسا یک سری از تنظیمات گروپ پالیسی روی ویندوز های قدیمی اعمال نشه چون ایجنت مربوطه روی اون کلاینت ها وجود نداره و یا اینکه اصلا اون تنظیم به درد اون کلاینت ها نمیخوره چون اصلا اون کلاینت ها هنوز اون قابلیت ها روشون فعال نشده و ساخته نشده. برای مثال کنترل دسترسی به PC settings روی ویندوز XP معنا نداره چون اون موقع PC settings وجود نداشت. و اما بعد از اینکه گروپ پالیسی اعمال شد سوالی که پیش اومد اینه که خب این کلاینت ها کی به کی این گروپ پالیسی رو خودشون ریفرش میکنن. میدونیم که GPU هم به یوزرها یا کاربرها اعمال میشد هم به کامپیوترها. زمانی که یک کاربر ساین این میکنه گروپ پالیسی براش دانلود و براش اعمال میشه همون لحظه و هر بار هم که ساین آف و مجددا ساین این کنه مطمئنا گروپ پالیسی براش ریفرش میشه. در رابطه با کامپیوترها هر وقت یک کامپیوتر بوت میشه میاد بالا میره گروپ پالیسی ها رو دریافت میکنه و هر بار هم که ریستارتش کنین مطمئنا گروپ پالیسی روش ریفرش خواهد شد. اما بجز این حالتها در زمانهای خاصی که به صورت پیشفرض 90 الی 120 دقیقه رندوم هستش کلاینت ها به سراغ DC ها میرن و گروپ پالیسی مربوط به کاربرا و اکانت های خودشون رو ریفرش میکنن. حالا چرا 90 الی 120 دقیقه به صورت رندوم؟ به خاطر اینه که اگر شما سیستم شبکتون به گونه‌ایه که ویندوز هاتون رو به یک باره در یه ساعت خاصی روشن میکنین، مثلا سر ساعت 8 کارمندا قراره بیان پای کامپیوترها بشینن و به یک باره با تنظیماتی که توی بایوس کامپیوترها ست شده و یا به کمک قابلیت ویک آنلاین به یک باره وقتی کامپیوتر روشن شدن ابتدا به ساکن چاره‌ای نیست همشون به یک باره حمله ور میشن تا گروپ پالیسی ها رو دانلود کنن. اما اون لحظه شما کار دیگه DC هاتون انجام نمیدن، تازه اول کاره. ولی وقتی شبکه شروع به کار کرد کلی عملیات دارن یوزرها توی شبکه انجام میدن، خوب نیستش که به یک باره همشون 90 دقیقه بعد حمله ورشن به دومین کنترلرها برای ریفرش کردن گروپ پالیسیاشون. به همین دلیل مایکروسافت این قابلیت رو گذاشته که رندوم با فاصله 30 دقیقه‌ای که تنظیم شده کلاینت ها مراجعه کنن که بار DC ها زیاد نشه. این تایم قابل تنظیمه که در جلسات بعد خواهید دید. استثناً DC ها گروپ پالیسی مربوط به خودشون رو هر 5 دقیقه یک بار ریفرش میکنن. متاسفانه خیلی از افراد به محض اینو میشنون میگن خب بله باید گروپ پالیسی رو دومین کنترلرها ریفرش شه تا به کلاینت ها اعمال شه. در صورتی این جمله کاملا غلطه. DC ها گروپ پالیسی ها رو توی سیسوول خودشون ذخیره میکنن و لازم نیست این گروپ پالیسی ها حتما به خودشون اعمال بشه که تازه بتونن به کلاینت ها بدن. DC ها هم مثل کلاینت های دیگه دارای کامپیوتر اکانتن و GPU های مربوط به خودشون رو فقط روی سیستم عاملشون اعمال میکنن. دلیل این که هر 5 دقیقه یک بار DC ها هم خودشون مراجعه میکنن به سیسوول و GPU های مربوط به خودشون رو چه بسا پس نه همه GPU هایی که به اونا ربط داره رو که روی اویوشون لینک شده روی دومینشون لینک شده اونها رو دانلود میکنن و رو خودشون اعمال میکنن. دلیل 5 دقیقه یک بار بودنش اینه که
DC ها چون امنیت بالایی باید داشته باشن، شاید ما یه GPU ست کردیم که از لحاظ امنیتی قراره یه سری محدودیت یا تنظیمات روی دومین کنترلر هامون انجام بده. خب خوب نیستش که وایسیم تا 90 الی 120 دقیقه بعد این GPU بره روی DC اعمال شه. و همین دلیل مایکروسافت پیش‌فرض تنظیم کرده که 5 دقیقه یه بار این اتفاق رخ بده. ضمن نگران بروز ترافیک هم نیستیم، چون ما تعداد دومین کنترلر هامون تو شبکه اونقدی نیست و هر DC هم وقتی میخواد GPU شو دانلود کنه ابتدا به ساکن به سراغ سیسپل خودش میره، پس حتی توی شبکه ترافیکی ایجاد نمیشه. این تایم 5 دقیقه هم روی DC ها قابل تنظیم هست. و اما روش دیگری که میتونیم تنظیم بکنیم تا کلاینت ها و یا یوزرها گروپ پالیسی رو ریفرش کنن اینه که دستور GP Update داخل کامند پرامپت و یا cmdlet invoke-gp update تو پاورشل رو اجرا کنیم اگه میخوایم یوزرمون گروپ پالیسیش ریفرش شه و یا اینکه کامپیوترمون. مطمئنا GP Update و cmdlet invoke-gp update دارای سویچ یا پارامترهایی هستن که بتونیم کنترل کنیم که فقط مثلا GPU یوزر ریفرش شه و یا کامپیوتر و یا هر دو. زمانی که شما گروپ پالیسی ها رو تغییر میدین، برای اینکه تیک افکت کنه، بسته به اینکه اون گروپ پالیسی برای اون یوزر بوده یا کامپیوتر، باید یکی از این راه ها رو انتخاب کنیم. در حالت عادی خب ما صبر میکنیم تا خود به خود سر تایم مربوطه ریفرش شه. اگه عجله داشتیم میتونیم دستور رو بزنیم. ولی نکته مهم اینه که بعضی از GPO ستینگ ها که چند تاشو در جلسات بعد مشخصا خدمتتون اعلام خواهم کرد، فقط با ساین آف ساین این یا حالا ساین آوت ساین این و ریبوت یا ریستارت کردن ریفرش میشه. چون زمانی که داره یوزر لاگین میکنه یا کامپیوتر بوت میشه اون تنظیم میتونه اعمال شه و دیگه ما نمیتونیم با اجرای دستور و یا مدت زمانی که میگذره منتظر وایسیم تا گروپ پالیسی ریفرش شه و همین دلیل دیگه باید حتما کامپیوتر ریستارت شه و یا یوزر لاگ آف لاگ آن کنه. و اما ترتیب اعمال GPO ها به چه صورته؟ ما میدونیم که هر ویندوزی حتی وقتی تو ورک گروپ هستش دارای یک لوکال گروپ پالیسیه که یادتون باشه میتونستیم با gpedit.msc بریم تنظیماتش رو تغییر بدیم. حالا این کامپیوتر وقتی تو دومین قرار داره حتما داخل یک سایت، دومین، OU و یا حتی ساب OU قرار داره. اون کامپیوتر اکانتش مطمئناً که حالا سایت بسته به رنج IP ها هست. بسته به اینکه این کامپیوتر در کدوم قسمت قرار داره، GPO های سایت و دومین OU هم باید بهش اعمال شن. هر کدوم از اینها چه بسا یک یا چندین گروپ پالیسی دارن. بعد گروپ پالیسی های دومین روی سایت ترکیب میشن و اگه کانفلیکتی بینشون وجود داشت، تنظیمات GPO های دومین روی سایت اوورراید میکنه. اوورراید به معنای باطل کردن. پس اگه کانفلیکتی رخ داد حرف دومینه. اما GPO های OU روی دومین اوورراید میکنه و ساب OU هم روی خود OU. پس هرچی اسپسیفیک تر و ریزتر میشیم اون GPU که برنده خواهد شد. شاید بگین که خب اگر یه ادمین روی یک دومین یه سری تنظیمات انجام داده، خیلی بده که ادمین یه OU بتونه یه GPUی بذاره که تنظیمات رو نقض بکنه. ابتدا به ساکن این اتفاق رخ میده، اما اگه ادمین دومین خواست میتونه تنظیمی انجام بده که اجازه اوورراید داده نشه، یعنی گزینه نو اوورراید رو فعال کنه یا انفورس رو که حالا به درسش میرسیم. اما در حالت معمول بهتره که اگه یه GPU مشخصی روی یه OU و یا حتی ساب OU گذاشتیم حرف اون باشه، چون مشخصا روی اون ساب OU تنظیمات انجام شده. زمانی هم که میخوان این GPU و تنظیماتشون ترکیب شن، مطمئناً برای کامپیوترها قسمت کامپیوتر کانفیگوریشن این GPU ها به صورت پیش فرض مهمه و اینها ترکیب میشن. نهایتاً نتیجه میاد با گروپ پالیسی لوکال مرج میشه و اگه کانفلیکتی رخ داد مطمئناً اوورراید میکنه. پس هر وقت که کلاینت به سراغ یه DC رفت تا GPU ها رو دریافت کنه، GPU های مربوطش مشخص میشن، با هم ترکیب میشن، مرج میشه، اگرم نیاز شد اوورراید میشه و نهایتا رو گروپ پالیسی لوکالش اعمال میشه. حالا بعدش وقتی یه یوزر میخواد بیاد روی اون کامپیوتر لاگین کنه، اون یوزر هم مطمئنا داخل یه دومین، حالا شاید همون دومین ولی به هر حال یه دومینی داره، داخل یه OU و یا شاید هم یه ساب OU دیگه ای باشه که این OU ساب OU میتونه تا متفاوت باشن. خب حالا اینها هم احتمال داره برای خودشون گروپ پالیسی های خاص خودشون رو داشته باشن
و باز تنظیمات و GPO OU رو دومین و ساب OU روی همه اونها اوورراید میکنه. اگر هم کانفلیکتی نداشت همینها با هم دیگه مرج میشن، مطمئناً قسمت یوزر کانفیگوریشنشون و نتیجه میاد موقع لاگین یوزر روی کامپیوتر روی گروپ پالیسی لوکال اوورراید میشه. مطمئناً روی قسمت یوزر کانفیگوریشن این تنظیمات روی قسمت کامپیوتر کانفیگوریشن گروپ پالیسی لوکال اوورراید یا مرج میشه. اینها هم تنظیمات یوزرش. اگر یوزرتون و کامپیوترتون اکانت هاشون داخل اویو یکسانی بودن، دیگه پیچیدگی نخواهید داشت و راحت میشین. همین جی پی او ها قسمت هم کامپیوتر کانفیگوریشن هم یوزر کانفیگوریشنشون در نظر گرفته میشه. اما اگه یوزر توی یه اویو دیگری باشه و یا حتی توی یه دومین دیگری، اون موقع باید حواستون باشه که هر گروپ پالیسی رو جدا پردازش بکنیم اگه میخوایم خودمون تعیین تکلیف کنیم. نهایتاً پشت صحنه که خودش مطمئناً این کارو برای ما انجام میده. این قسمت ها رو خوب یاد بگیرین، همه چیش رو کامل حفظ باشین. در جلسات بعدی میایم عیناً همه اینها رو به صورت تجربی پیاده سازی و تمرین میکنیم.